از تماشای لحظه‌های جالب مکان‌های دلربای انتالیا برمیگردیم با تالار ورزشی که روز سوم گران پری را استقبال میکند. در حال ما از کامرانشاه آغاز میکنیم. از سه کاراته برنده مدال طلای این مسابقات گران پری اکنون کامرانشاه اوستا پیریان 26 ساله پهلوان با رقیب 22 سالش با رقابت میبراید. پهلوان اسرائیلی یکی از پهلوانان است که نوکک اکنون قدم به گشتن جدا گذاشته است و آنقدر رقابت های دور و دراز نگذرانده است. حقیقا امانا داور ژاپنی به حیث حکم در اینجا پیشنهاد شده است. همگی 55 دیدار انجام داده است. پهلوان اسرائیلی اما خیلی خوب درخشید. با قسمت فینالی حتی در قسمت نیمه نهایی شکست خورد. این پهلوان 22 ساله اسرائیلی که حالا پیراهن کبود به بر کرده است. هیئت دسته منتخب جمهوری تاجیکستان امروز کامرانشاه را میبینیم. بهر به دست آوردن نشان برنجی این پهلوان 26 ساله تاجیک که 3 مراتبه در همین مسابقات به گرفتن نشان طلا مشرف گردیده است، اکنون امروز نبرد بهر به دست آوردن نشان برنجی است. رقابت آغاز شد دوستان عزیز. در حال گالان پهلوان اسرائیلی به هجوم می‌گذارد، اما کامرانشاه حالا لحظه خود را کنار گرفته ایستاده است. آوا برای داشتن از گریبان رقیب گالان را شیدو هم اینجا اردو را شیدو نشان میده. من فکر میکنم از کامرانشاه گالان گشتین نگرفت. ایته گالان حالا اکنون اردو هم رقابت را آغاز کردند. یکی اصول گاشی و دیگر اصول کاتاگوروما را به کار میبرد. کاتاگوروما این اصول است که از دست داشته پهلوان اسرائیلی سرواریده داخل دستی کامرانشاه کردن رو میخواهد. اما اصول گاشی تکنیکای کمری میگویند با کار رفتن. این فقط تکنیکی که برای این جفت دوستدار است. حالا ببینید هجوم های کامرانشاه برای به دست آوردن نشان برنجی خوب تر است. پیوسته هجوم میکند. اکنون این میدان دلاوری را بعد از گفتگوهای خیلی زیاد ما پزمان شده بودیم. دائما آرزو میکردیم که پهلوانان ما در قسمت های فینالی افتند. اکنون بالاخره کامرانشاه دوباره برگشت به این میدان. فکر میکنم این برگشتی و دیگر ترک این میدان نخواهد کرد، چون که الکی زمانی هم فرا رسیده است که باید پهلوانان ما نه به خاطر شاید گوشتین ها را در نظر دارم به خاطر توفه های ناچیز، بلکه به خاطر آبروی وطن مبارزه برند، چون که امروز آنها را لازم است که در مقیاس جهان پرچم بردار کشور باشند. این میدان نبرد است، آبرو است، شرف است. از این خاطر برگشت کامرانشاه اوستا پیریان به میدان دلاوری باوری دارم که ترک این میدان نخواهد کرد. حالا کمیکات برای این دو ورزشکار مشکل افتاده است. گریبان یکدیگر را پیدا کردن کمی کار مشکل است. اوا دست و گریبان کامرانشاه میگیرد. اکنون امکان دارد برای انجام دادن اصول. اوا گالان پهلوان اسرائیلی نیست. با قسمت نیمه نهایی رسیدنش رقیبان پرزور را شکست. فارین یک وزاره برای کامرانشاه کار کردن عجیب بود، خیلی شایسته بود، خیلی شایسته. در حالت تکرار میبینید. ببینید آستین داشت و سر کیت فنمان اتسور گاشه با طور اعلی اجرا گردید. دوباره چنگال و گریبان میدارد، چون پلنگی که سید را جویا میشود. دوباره برای افتادن رقیب کوشش کرد. گالاناتی در دفاع
خوب خود را نگاه می‌دارد. Ne şekilde olursa olsun rakibi اما sırt üstü نبرد خیلی خوب را کور کرد. حالا دوباره اکنون پهلوان ما کامرانشاه اوستاپیریان böyle çok برای گذشتن با اصول کوشش میکند. اگالانچی این پهلوان است که دست پروری دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف باید چون سید مومن رحیموف چنگال داشته باشد. در اصل چونین چنگال پر قوت را کامرانشاه دارد. yeteneği vardı. Yani o anda havada dönmesi, yüzüstü düşmesi. ببینید دوباره آفرین اکنون کار را تماما کامرانشاه دیگر کرد. نشان برنجی در دیدار اول کامرانشاه شروع گردیدن. این برنجی خیلی خوب درخشید در فضای صاحب استقلال کشور. اکنون نشان کامرانشاه خوب بود. این پا را گرفتن وزری اما 2 تشکیل داد در مجموع پان. آفرین بازگشت کامرانشاه اوستاپیریان با میدان نبرد با میدان دلاوری بحر معرفی کشور را احسن. من باوری دارم که کامرانشاه ترک انگشت نشان میدهد 3 مراتبه با گرفتن نشان طلا مشرف گردیده بود. این نوبت اکنون قدم به قدم باز برمیگردد. حالا بیایید دوستان عزیز لحظه های جالب و خاطرمان هایلایتی میگویم در گشتن جدا ببینیم و در این شام حلاوت بریم. دیدار پهلوان تاجیک بود چنین اصول زیبا است. انا این است یادداشت از گشتن ملی برای کس بسیار هم لذت میبخشد. انا این شرف ملت است. انا این ننگ ناموس ملت است. انا همین است میدان دلاوری و میدانی که باید پهلوانان ما را به ننگ ناموس آورد. انا این است میدانی که امروز به خاطر او میسازد که کفکوبی کرد. آفرین باور کنید وقتی که فرام تاجیکستان میگویند کس بسیار حلاوت میبرد. burada yapabileceği en iyi performansı yaptı. پهلوانان ما خوب هنر دارند فقط باید در مقیاس جهان این پهلوانان به قول دیگر توپ پهلوانان مبارزه برند. اکنون امروز از باخ ما سخن نمیگویم هرچند باخ بود پیش از این. فقط بعد از این پیروزی اما دلگرم میشویم و امید به پیروزی های من بعد میکنیم. باور کنید این پلنگی سید